هر روز متأثر هستند از کنش‌های سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی و مشخصاً تعلل در معرفی کابینه. تا چه اندازه بحث اعتماد در این میان ضربه می‌خورد و تا چه اندازه تلاش‌های حکومت افغانستان و حکومت وحدت ملی در عمر 71 روزه‌اش می‌تواند در راستای آمدن صلح فرجام مشخص دهد. بحثی است که در برنامه مکسبری خبر امشب من احمد سیری نگزاد با حضور مهمان گرامی جناب محترم دکتر سید علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان و بحث و کاوش می‌گیریم. حضور شما رو با برنامه سزا خوش آمدید میگم جناب آقای جاوید. آیا حکومت وحدت ملی را شما یک حکومت وحدت ملی می‌دانید یا اینکه یک حکومت ائتلافی یا بیشتر ساختاری که از روی ناگزیری آمده و در تلاش این است تا یک شرکت سهامی را به وجود بیارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب اسم این حکومت هرچی بگذاریم، هویت و ماهیت این حکومت یک حکومت ائتلافی است. جای شک نیست که تنش یا کشمکش بین دو نامزد پیشتاز با وجود آمد، قضیه به بنبست رسید و اینا مجبور شدن با هم ائتلاف کنند چون دو راه بیشتر نبود، یا اینکه برخورد جنگ که کشور به بحران میرفت یا اینکه ائتلاف. خب راه دوم و گزینه دوم بهتر بود، به نفع مردم بود و این کار صورت گرفت. حالا نامش را حکومت وحدت ملی بگذاریم، وفاق ملی بگذاریم و از این قبیل واژه ها این زیاد فرق نمیکنه. ماهیت حکومت یک حکومت ائتلافی است. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد مشکل به نام ریاست اجرایی حکومت است. چون در تمام جهان ما دو نوع حکومت داریم. البته حکومت هایی که ریاست جمهوری در اونجا هست، در اونها هست، یا رئیس جمهور یا تنها رئیس جمهور است و صدر اعظم ندارد. صلاحیت‌های رئیس جمهور مشخصه، یا اینکه صدر اعظم هم داره، صلاحیت‌های هر دو مشخصه. اما در افغانستان نظام ریاستی است، یعنی رئیس جمهور در قانون اساسی صلاحیت‌هایش مشخص شده و در قوانین دیگر نیست. جای برای ریاست اجرایی یا ریاست اجرایی حکومت ما در هیچ جای نمیتونیم پیدا کنیم. پس برای رفع این چالش از دید شما باید با چه رویکرد حکومت وحدت ملی وارد عمل شود؟ اولا اکنون رئیس جمهور غنی مطرح کرده که در رابطه با تعلل در معرفی کابینه گم بودن صلاحیت‌های رئیس اجرایی به عنوان یکی از مؤلفه‌های پررنگ در اینجا هست. فکر می‌کنید که با چه رویکرد این چالش و خلای قانونی را ما باید بریم رفع کنیم؟ بله، حرف رئیس جمهور حرف درست است و من فکر میکنم که از اول هم ایشان متوجه نکته بوده که در قوانین جای برای ریاست شورای اجرایی یعنی حکومت ریاست اجرایی در قوانین کدام چیزی دیده نشده. حالا اگر تمام قوانین افغانستان را زیر و زبر بکنند، از قانون اساسی تا قوانین فرعی، کدام صلاحیت به نام رئیس اجرایی حکومت پیدا نخواهد توانست. فقط راه حلش اینه که رئیس جمهور
یک مقدار تفویض صلاحیت بکنه برای رئیس اجرایی، یعنی از صلاحیت‌های خودش برای رئیس اجرایی تفویض بکنه. بله. و فکر میکنم که این صلاحیت رئیس جمهور داره. مثلا تدویر کابینه را از صلاحیت‌های رئیس اجرایی بسازه. الان که دو مقوله وجود داره، یکی به نام کابینه، یکی به نام شورای وزیران. این نیست جز بازی با الفاظ. بله. کابینه خب مسئله است که قانونی است و در قانون اساسی هم هست و شورای وزیران هم همون کابینه هست و وقتی که حالا آمدن تفکیک کردن در بینش، یکی را کابینه نام گذاشتن، اونی که تحت ریاست رئیس جمهور دایر میشه، و دیگری را به نام شورای وزیران. بله. این در واقع یک نوع سردرگمی در بین مردم به وجود میاره که اگر کابینه است، شورای وزیران از چه قباش؟ بله. جناب آقای جاوید، همونطور که شما اشاره کردیم باید با رویکرد متفاوت‌تر آقای غنی بیاید بر رفع این چالش، بر رفع این مشکل از صلاحیت‌های خودش این ایثار را انجام بده که برای آقای عبدالله به هر حال یک عملکرد مشخص را بیاید تعریف کنه در رابطه با وظایفش. فکر نمی‌کنید که در آغاز تفاهم‌نامه‌ای که بین دو نامزد امضا شد این بحث کاملا حل شده بود؟ صلاحیت‌های رئیس اجرایی و صلاحیت‌های معاونینشون تا حدود زیاد تعریف شده بود و اینها می‌خواهند که با این رویکرد بهانه‌ای و توجیهی را برای تعلل در معرفی کابینه‌شون از خود افاده کنند؟ این امکانش هست. در تفاهم‌نامه‌ای که بین اونها امضا شده، امور اجرایی همونطور که از نامش هم پیداست، امور اجرایی باید توسط رئیس اجرایی حکومت دنبال و تعقیب شود و یکی از اون امور اجرایی ریاست کابینه است و فیصله های شورای وزیران و اعمال این فیصله ها توسط رئیس اجرایی و این امکان نداره جز این که رئیس جمهور تفویض صلاحیت بکنه و مطابق تفاهم نامه‌ای که با هم نوشتن مطابق اون عمل بکنه. من فکر میکنم که رئیس جمهور یک مقدار تعلل میکنه و گویا میخواه که از زیر بار تفاهم نامه‌ای که قبلا امضا شده تا حدود شانه خالی کنه و به تعبیر مردم را دنبال نخود سیاه میفرسته که در قانون ببینیم که برای رئیس اجرایی چگونه صلاحیت‌هایی و این گونه موضوعی که شما مطرح کردین چقدر میتونه حتی در بحث موجودیت و حیات خود حکومت وحدت ملی تأثیر داشته باشه. حالا دو تیم آمدن تشکیل داده حکومت و هرگاه یک طرف بخواد که دور بزنن تفاهم نامه را، ممکن است که یک تیم دیگر حتی در بحث اشتراک در ساختار حکومت وحدت ملی رو پای خودانه بیرون بکشه. بله، این خطر کاملا متصوره و اینکه شما پیشتر اشاره کردین که 71 روز از عمر این حکومت گذشت و اینکه رئیس جمهور وعده کرده بود که تا 45 روز کابینه اعلام میشه و الان گفته میشه که تا حدود 4 هفته دیگر. خب اون 45 روز حالا 71 روز شده، 30 روز دیگر هم ما بگیریم بیش از 100 روز میشه که کابینه اعلام شود و تازه معلوم هم نیست که واقعا در اون 4 هفته آینده کابینه اعلان میشه یا نه. یقینا اگر تیم اصلاحات و همگرایی یا تیم رئیس اجرایی حکومت احساس بکنه که داره و اعتماد اونها بازی میشه یا
تعلل در این راستا صورت میگیرد. ما فکر میکنیم که آینده خوبی در پیش نخواهد بود. احتمال گسست حکومت وحدت ملی وجود دارد و مردم دیگه خیلی خسته شدن. مردم دیگه توان تحمل دوباره جنگ ها و جنجال ها و کشمکش های سیاسی را ندارن. باید سیاستمداران ما یک مقدار از لاک خود بیرون بیایند و به فکر منافع مردم و مصالح اولیای کشور هم باشند. بله، دو تیم و مشخصاً آقای غنی و دکتر عبدالله در زمان پیکارهای انتخاباتیشان بلندگوهای اردویشان بسیار گرم بود و شعارهای بسیار دهن پرکن از تریبیون هر دو تیم بلند بود: حکومتداری خوب، حمایت از حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری و ده ها موردی که بسیار زیاد با گستردگی از طرف هر دو تیم مطرح شد. اضافه تر از 70 روز از عمر این حکومت میگذره و از دید شما به عنوان یک از چهره‌های سیاسی کشور تا چه اندازه اینها تانستن که به وفاداری داشته باشن یا حداقل در عمل پیاده کنن اون تعهداتشان که به مردم و ملت دادن و نظر ملت به خود جلب کنن؟ البته ما اینها را در مورد کامپاین انتخاباتی یا تبلیغات انتخاباتی سرزنش نمی‌کنیم، برای اینکه معلومه سیاستمدارها اونایی که کاندید میشن و میرن به انتخابات مردم همواره شعارهایی میدن که شاید بعضاً به 5% اونها هم عمل نکنن و شعارهای انتخاباتی بیشتر برای جلب افکار مردم است و نه برای تحقق بخشیدن به اون چه شعار داده میشه. چی بسا شعارهایی میدن که از توان اونها خارجه. مثلا اقتصاد شکوفای افغانستان. خب افغانستان از نظر اقتصادی در یک وضعیت قرار داره که اگر یک رئیس جمهور یا رئیس اجرایی مثلا 5 سال هم تلاش بکنه، تلاش خیلی صادقانه هم بکنه، نمیشه که اقتصاد افغانستان شکوفا شود. بله ممکنه یک کمی بهتر شود ولی خب شکوفا قطعا نمیشه و شعارهای از این قبیل. لذا یک چیزی است مرسوم در تمام دنیا، در دموکراتیک ترین کشورهای جهان هم اونایی که کمپاین انتخاباتی میکنن و تبلیغاتی خب از شعارهای بزرگ میدن که بعضا با اونا نمیتونن عمل کنن یا نمیخوان عمل کنن. اما این که تا کنون چه کارهای صورت گرفته، به نظر من کدام کار مثبت صورت نگرفته. سرپرست ساختن وزرا من معنیش نفهمیدم که برای چی بود سرپرست ساختن وزرا، جز این که وزرا را دلسرد بکنه و جز این که اونا را از کار باز داره. خب میشد که وزرا سرپرست نمی بودن ولی از دو نصب فعلا متوقف می ساختن. همین گونه عملکردها چقدر میتونه که اعتماد ملت و اعتماد مردم نسبت به این حکومت با شکنندگی مواجه بسازه؟ بله، مردم دیگه طرف شعار نمیبینن، شعارها را گوش دادن، حالا دیگه طرف عمل میبینن و مؤلفه‌ای که میتونه اعتماد مردم را جلب بکنه نشان دادن عمل مثبت است از طرف رئیس جمهور و رئیس اجرایی. همونطور که پیشتر اشاره کردیم کدام عمل مثبت هنوز صورت نگرفته. سرپرست ساختن وزرا، باز عزل اونها و سرپرست ساختن معاونین
ارشد وزرا بله با عرض پوزش همین خود ساختار حکومت وحدت ملی دست هر کدام از اینها را فکر میکنه که بسته که نتونن عملکرد پوزیتیو یا مثبت داشته باشه یا اینکه در عزم و اراده و قاطعیت و جدیت اینها آدم میتونه شک داشته باشه؟ هر دو مسئله تا حدودی میتونه مطرح باشه. خب طبعا جنجال ساختن حکومت وحدت ملی بیشتر زمان اینها را میگیره و کمتر به کارهای بنیادین و اساسی اینا میرسن. اما در عین حال میشد که کارهای بهتری انجام داد. عجله کردن در امضای پیمان امنیتی با آمریکا که امروز با حیث رئیس جمهور اعلام شود و فردا فوراً باید امضا بکنه، امروز رئیس جمهور اعلام شود و فردا حتما رئیس اداری امور عوض شود. خب اینا ممکن است که بعضیا فکر بکنن که یک نوع قاطعیت و سرعت عمل نشان میده، اما ببینیم که این قاطعیت و سرعت عمل تا چه حد بازدهی داشته، تا چه حد مفید و پربار بوده و متاسفانه که من به عنوان کسی که مسائل دنبال میکنم و تجربیات در این رابطه و راستاها دارم، من مفیدیت این کارها را تا هنوز نتونستم بکنم. با توجه به اینکه هنوز هم بوی تنش‌های زمان پیکارهای انتخاباتی در ادبیات و گفتاری و در رفتار هر دو رهبر سیاسی تا حدود زیادی به مشام میرسد. امروز هم زمزمه‌هایی وجود داشت که حتی نشست شورای وزیران به علت نشست خصوصی پشت درهای بسته این دو رهبر برای معرفی چهره‌های کابینه برگزار نشد و تا هنوز هم نتایج روشنی از این نشست‌ها به دست ما نرسیده. چی فکر میکنه که آیا توقع همگرایی و همنظری با دو تیمی که پارادوکسیکال در رقابت‌های انتخاباتی با هم فعل انفراد داشتن در مسائل کلان ملی واحد و شریک ساخته خواهد شد؟ خب ما نباید امید از دست بدیم و انشاءالله اینطور فکر کنیم که هر دو طرف از این رشد و بلوغ سیاسی برخوردار هستند که بتوانند مصالح مردم را مقدم بر مصالح خود احساس بکنند. حتی اگر پایین‌تر هم بیاییم بگیم مصالح خودشان، مصالح خودشان هم در تنش و کشمکش نیست. اگر اینها با هم توافق بکنن یقینا هر دو دارای اقتدار، شکوه و عزت بیشتر میشن و قوت و توانمندی بیشتر پیدا میکنن و اگر اختلاف بکنن به نفع خودشان هم نیست، هر دو ضعیف میشن. حالا اگر ما مصالح ملی را هم مثلا دور بندازیم با اینکه از همه چیز مصالح ملی ما مقدمتر از دور بندازیم، این آقایون برای مصالح شخصی خودشان هم که بوده باشه باید با هم جور بیایند. من فکر میکنم که اینها اونقدر خام و ناپخته نیستن که دوباره باز کشور و طرف بحران بکشانند و امیدوار هستم که از این جلساتی که اینها گرفتن و شاید همین الان که ما شما صحبت میکنیم هنوز هم دوام داشته باشه نتیجه مثبتی بیرون شد. بله، بیشتر از این در حکومت رئیس جمهور کرزی یکی از نقیصه های فقدان حکومتداری خوب این دانسته شده بود که شماری از رهبران جهادی، رهبران سیاسی، افراد تاثیرگذار در داخل جامعه یکی دو وزیر معرفی کرده بودند در کابینه و این وزیرها بیشتر از این که برای جمهور پاسخگو باشند به همان رهبران و آدرسایی که اینا رو معرفی کرده بودند خود وابسته و پاسخگو میکنند، چون از اون طرف نصب شده بوده. چقدر فکر میکنید که این بحران دامنگیر حکومت وحدت ملی شود در حالی که نصف کابینه را یکی معرفی میکنه، نصف کابینه را دیگر دو گسست به وجود بیاید در قسمت پاسخگویی به یک منطقی واحد؟
طبعا مرجع باید مشخص شود که مرجع پاسخدهی کابینه آیا رئیس اجرایی است یا رئیس جمهوره. تا مرجع مشخص نشده همین حرف شماست. یقینا اونایی که از طرف رئیس اجرایی معین میشه خود مدیون و مسئول او میدانه و پاسخگو برای از او، و اونایی که از طرف رئیس جمهور مشخص میشن خود پاسخگو برای رئیس جمهور میدانن. اما اگر مشخص شود که ریاست کابینه یا ریاست شورای وزیران دست کیست و به کی باید اونها پاسخگو باشند، طبیعتاً کل وزرا به همون یک مرجع پاسخگویی دارن و اون مرجع باید اونها تعقیب کنه. و مسئله دیگری که شما اشاره کردید در مورد که بعضی رهبران وزیر معرفی کرده بودند در کابینه آقای کرزی و اونها پاسخگویی نداشتن و رئیس جمهور و بیشتر و رهبران خود، خب از جمله وزرا خب بنده هم بودم که 2.5 سال رئیس وزیر ترانسپورت بودم. هیچ وقت نه رهبر اون زمان حرکت اسلامی افغانستان که حضرت آیت الله محسنی بود از ما چیزی پرسان کرده و نه ما چیزی با اونا گفتیم. اما کاری که من انجام دادم در اون زمان 1100 اراده معتر در ظرف 2.5 سال با عرض پوزش که وقت برنامه کمتر از 1 دقیقه مانده، کوتاه نظر اخیر شما را جناب آقای جاوید میگیریم. شما به عنوان رهبر یکی از احزاب سیاسی افغانستان تا چه اندازه خواهان مشارکت احزاب سیاسی و نقش دادن اونها در کابینه حکومت وحدت ملی هستید تا بتواند تمثیل از حکومتداری مبتنی بر آموزه‌های حکومت وحدت ملی داشته باشیم؟ بسیار کوتاه. یقینا همین احزابی که موجود است و همین رهبرانی که موجود است در داخل توده های مردم نفوذ دارند. بله. و اگر اینها طرد شوند و نادیده گرفته شوند، بخش عظیمی از پایگاه خود حکومت از دست میره. بله، باید به اینها طور بها داده شود تا اینکه حکومت وحدت ملی بتونه نفوذ بیشتری در بین جامعه و توده. تشکر و سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای دکتر سید علی جاوید، رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان که در این برنامه با من در حضور بودید. تشکر از شما و برنامه خوب شما. تشکر. از شما بیننده‌های گرامی نیز ممنونم که تا این دم بیننده برنامه مکس برای خبر بودید. خدا نگهدار.